فقط من یه چیزی بگم که آقا با خائنین در زمان جنگ باید شدیدتر برخورد کرد. هر کسی که یه قدمی علیه کشور تو شرایط جنگی برمی‌داره باید شدیدتر باش برخورد کرد. مثل این ماجرای سرود ملی نخوندن تیم فوتبال زنانمون و اون عکسی که منتشر شده اینا که حالا کاری ندارم، با اینها باید شدیدتر برخورد کرد. این دیگه یه حرکت اعتراضی نمادین و فلان و اینا نیست. تو شرایط جنگی، تو این وضعیت که از دانش آموز و دختر بچه 7-8 ساله رو میزنن تو مدرسه شهید میکنن، تا به بخش جنین بیمارستان حمله میکنن، تا ورزشگاه میزنن، تا کجا، این که تو بری اونجا سرود ملی نخونی، این اوج بیشرفی و بیوطنیه. هم مردم هم مسئولین با اینا به عنوان خائنین زمان جنگ برخورد کنن، نه اینکه حالا یه اعتراضی داشتن و یه کار نمادین کردن. ننگ بیشرفی و خیانت باید رو پیشونی اینا بمونه، جدا باید باهاشون برخورد درست حسابی هم بشه، بقیه هم ماستاشون رو کیسه کنن.